به نام خدا. حسن رشید میگم خدمت شما و تمامی همکاراتون. من فکر میکنم به مراتب بچه بازی بهتری نسبت به بازی گذشته، هفته گذشته جلوی مسجد سلیمان انجام دادن. با توجه به اینکه تعداد نفرات زیادی رو فکر میکنم تغییر داده بودیم به خاطر به هر حال من فکر میکنم لیگمون لیگ سختیه، نیاز داشتن یه سری از بچه‌ها استراحت کنن. بازیکن‌های جایگزین فکر میکنم خوب کار کردن و ما دو گل اولمون هر دوتاش تو ضربه شروع مجدد بود و تو جریان بازی نبود، کما اینکه مطمئنم توپ دوم که تبدیل به گل شد قبلش هند بوده. حالا به هر حال مهم نیست خیلی، ولی اون چیزی که مهمه واقعیتش اینه که از باخت بسیار ناراحتیم و مطمئنم باید تلاش بیشتری کنیم تو ادامه لیگ، ولی واقعیتش اینه که بعد سالها برگشتیم به لیگ برتر و مطمئناً اولویت واسه ما لیگ برتره، چون کار سختی تو لیگ برتر داریم. اینکه دور بودیم سالها از لیگ برتر خودش کارو سخت میکنه. واقعیتش اینه که تو هر دو جبهه رو می جنگیدیم، نه اینکه نشد باشه، ولی واقعیتش این بود که اولویت واسه ما لیگ برتر بوده باشه. ولی بسیار زیاد خودم به شخص از این باخت ناراحتم، به خاطر اینکه جوانایی که گذاشتیم و جوانای آکادمی ملوان بودن و خیلی هاشون منو امیدوار کردن و مطمئنا آینده فوتبال انزلی و استان گیلانن. مخصوصا من فکر میکنم هم عقیده باشین همه با نظر من که محمد رضا بردبار فکر میکنم یه فوتبال فوق العاده رو انجام داد با 18 19 سال سن، و پرهام موقری، امید نافذ و محسن علافی، همه بچه‌ای که از آکادمی اومدن فکر میکنم موقعش بود که بیان خودشون رو نشون بدن که میتونن تو ادامه ما کمک کنن. مطمئناً خوب کار کردن تو این بازی کافی نیست، چون شکست همراهش بوده، باید بیشتر تمرین کنن و اولین نفری که جلوشون رو میگیره خود من هستم اگه روند خوبی نداشته باشم. ولی با این فوتبالی که من فکر میکنم مخصوصا از بردبار دیدیم، واقعا فکر میکنم آینده فوتبال انزلیه و یکی از بهترین های انزلی خواهد شد اگه قد خودش رو بدونه و به همین شکل خوب تمرین کنه و شرایط خوبی داشته باشه. در خصوص بازی تأخیری نفت مسجد سلیمان، خب دیگه به هر حال اون سبکشون همین مدل دیگه. من با تمام احترامی که واسه تیم نفت مسجد سلیمان قائلم، مردم عزیزش، ولی فکر میکنم که با این شکل بازی به هر حال تو جام حذفی که مطمئنا نمیتونن موفق باشن، کار واسهشون سخته. امیدوارم که برسن اونجا که مستحقشه، ولی با این شکل من فکر میکنم به هر حال یه شیوه است، میان امتیاز میگیرن، به بازی رو میبرن. حالا تو لیگ خیلی در مورد اون تیم صحبت نکنیم، بهتره در مورد تیم خودمون و بازی آینده اون قلوی پیکان من فکر میکنم تمرکز لازم داشته باشیم، خیلی مهمتره واسم. در مورد تیم ملوان و بازیکنی که قرار گرفته بشه صحبت کنید برای ادامه فصل، بازیکن خاصی رو بدن. بله، من همین 3-4 روز پیش همینجا نشستم گفتم قراره 2-3 نفری به ما اضافه بشن و داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که امیدوارم اتفاقی بیفته و منتظریم ببینیم تو هفته جاری چه اتفاقی میفته. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. تیم ملوان تیم ریشه‌دار من، همیشه توی تمام مسابقات هم گفتم همیشه یه تیم قابل احترام برای من بوده. مازیار زاله و باقی دوستان و دوستای خوبمان. فوتبال بازی قبلی ما بازی رو واگذار کردیم، امروز خدا کمک کرد موقعیت‌ها گل شدن و تونستیم بازی رو ببریم به حق مردم مظلوم و نجیب مسجد سلیمان و این بچهای با غیرت تیم نفت مسجد سلیمان این بود که امروز خوشحال بشن بعد از مدت‌ها نتیجه نگرفتن و امیدوارم که این پیروزی سرآغاز بردای بعدی باشه، چون که جایگاه واقعی نفت مسجد سلیمان در لیگ این نیست. از بازی جام حذفی رو به فال نیک میگیریم و بتونیم روندمون رو بهتر ادامه بدیم. انتقادی که همیشه به شما و تیمتون وارده یه خورده اطلاق ببخشید. ببینید، من قبل اینکه جواب شما رو بدم باید به این صورت جواب بدم. پنجره نقل و انتقالاتی تیم ما بسته بود. چند تا بازیکن از ما جدا شده بودن، چند تا بازیکن من لحاظ فنی نخواستم و امروز با 10 تا بازیکن بزرگسال من حضور داشتم و 5 تا بچه‌هایی که توی زمین بودن آینده های فوتبال کشورن، استعدادهای فوتبال کشورن. 5 تا بازیکن 20 ساله من امروز بازی دادم. گلرمون که بچه مسجد سلیمان 20 ساله گلری کرد.
گل سوممون رو بازیکن 20 ساله گل زد، هافک وسطمون بازیکن 20 ساله بود، دفاع وسطمون بازیکن 20 ساله بود و من با یه عده جوون اومدم توی مسابقه و فکر کنم هر دو تا تیم خوب بازی کردن. تیم ملوانم شاید اگه موقعیتاش گل میشد نتیجه برعکس میشد، اما طبع بازی قبلی ملوان توی دقایق آخر بازی وقت بازی رو نگه داشت و پیروزیشو دنبال کرد. این بازی ما دنبال کردیم و اگه میخوای من ایراد بگیری باید بازی رو ملوان ایراد بگیری. اما در کل من این برد و تقدیم مدیر عامل تیممون جناب آقای شجاعی که بسیار مدیر عامل پاک و درستکاریه و مدیران نفتی آقای رئیسی، آقای حیاوند، آقای علاقمند و تمام مدیران شهری مثلا فرماندار خوبمون آقای رضایی فاضل و تمام مسئولین شهری و ورزشی و غیر ورزشی شهر مسلمان باستان و خوزستان تقدیم میکنم. از آقای حمید بنی تمیم و آقای طالقانی تقاضا میکنم به این تیم رسیدگی کنن. این برد من تقدیمشون میکنم. اما حالا که بچه مسجد سلیمان سرمربی نفت مسلمانه و کادر فنیمون تمام بومیه، نباید مرغ همسایه رو گاز ببینیم و بیایم همکاری لازم رو با بچهای مسلمان نکنیم و این صحیح نیست. ما باید قدر استعدادا و سرمایه‌های استانمون رو بدونید. من ابراهیم اشکی 18 سال پیش از محلات شروع کردم، از محلات مربیگری رو شروع کردم، پله پله تمام رده‌های فوتبال کشور رو مربیگری کردم که رسیدم به امروز نفت مسجد سلیمان. نباید ما تحت فشار قرار بگیریم و اینکه من الان میخوام بازیکنامو جذب کنم، تیمو سخت‌کوش کنم، پازل تاکتیکی خودمو بسازم و تیم مسلمان رو به امید خدا با اقتدار در مسابقات نگه داریم، اما من اندرخم یک کوچه باشم و بی‌اعتنایی و عدم رسیدگی کامل به این تیمو دارم میبینم. اما برد و تقدیم تمام عزیزان میکنم چون که واقعا آدمای دلسوزی هستند. از این به بعد بیشتر ما رو و کادر فنی بومی مسجد سلیمان رو باور داشته باشن و بیان بیشتر به ما کمک کنن. خیلی‌ها دوست ندارن سبک ابراهیم اشکی جواب بگیره چون که اون سبک نگاه کردن به بازیکن‌های با ارزشه، نگاه کردن به بازیکن‌های سخت‌کوشه. امروز تمام بچه‌ها توی زمین حس غیرت رو داشتن، با تمام وجود فوتبال کردن و من ابراهیم اشکی دنبال ریخت پاش‌های مالی نیستم و دنبال میدون دادن به یه عده جوانایی هستم که بیان تو این فوتبال و این فوتبال رو خون و رگ و تازه بهش بدن. اما چون که دنبال بازیکن خارجی بنجل نیستم و دنبال بازیکن ارضا شده نیستم و میخوام شهرم و تیممو از بازیکنایی جذب کنم و بسازم که با تمام وجودشون برای شهرم کار کنن، خیلی انگار به ما میزنن که اینجوره اونجوره. بابا این فوتبال و این شهر نیاز به کسایی داره که مثل این بچهای امروز بیان با تمام وجود فوتبال کنن. دیگه مرد شما دنبال اسم بگردید، اسم و رسم بزنید لب کوزه آبشو بخورید. بیاید حمایت کنید از جوانای مسلمان. من امروز گلر 20 ساله مسلمان شجاعت داشتم کردم توی زمین، بازیکن 20 ساله مسجد سلیمان رو کردم توی زمین، بازیکن 20 ساله استان دیگه از کشورمون رو کردم تو زمین. من بحث بومی میکنم، بحث شایسته سالاری میکنم. این نیست که من فقط بگم خوزستان، نه، تمام ما هموطنیم و زیر پرچم با عشق و حرمت بسیار داریم میجنگیم، زندگی میکنیم و ان شاءالله روز به روز هم اوضاعمون بهتر و بهتر بشه. من اصلا بحثم این نیست، این پرچم مقدسه. من بحثم اینه که جایی که بازیکن و استعداد هست میتونیم شایسته سالاری کنیم و از این بابت باید بیشتر به جوانای خودمون بها بدیم. باورتون نمیشه من توی چند وقت اخیر یه مسائلی رو دیدم، رصد کردم که به حرمت شهرم هیچ وقت صحبت نکردم، اما شأن و جایگاه جوان مسجد سلیمانی این نیست که اگه یکی از بیرون بیاد همه چی در اختیارش بذاریم. اما بچه مسلمان اومده میخواد کار کنه و با تمام وجودش میخواد کار کنه و دنبال یک قرون سرمایه شهرشه، دوست نداره یک قرون از سرمایه شهرش بیهوده تلف بشه، نیایم حمایت لازم کنین. در کل از جناب آقای شجاعی عزیز مدیر عامل محترمون، جناب آقای رئیسی عزیز، جناب آقای حیاوند، جناب آقای علاقمند و فرماندار عزیزمون و تمام مسئولین شهری و استانیمون انتظار این داریم و جناب آقای ورناصری عزیز نماینده محترم مجلسمون که بسیار انسان شخیصیه، تقاضا دارم به این تیم بیشتر و بیشتر توجه کنن. این بچه‌ها هنوز دریافتی نیم فصلشون رو نگرفتن، حقشون و حقوقشون داده بشه، حقشون پنجره نقل و انتقالاتی باز بشه و حقشون حمایت بیشتر از این تیم بشه. شما امروز من خیلی خوشحالم، سریای قبلم گفتم تیم ملوان بندر انزلی یکی از تیمایی که توی قلب ما ایرانی‌ها جا داره و تیمی که دوستش داریم. دیدیم امروز چند نفر آدمای محترم کنارشن، اما من ابراهیم اشکیش مظلومانه با نفت مسجد سلیمان اینجا آمدم و تنهایی داریم کارو میبریم جلو. امیدواریم که
این برد در جام اسفی قهرمان جام جهانی نشدیم، یه بازی جام اسفی رو بردیم. اما امیدوارم این برده سرآغاز موفقیات بعدی نفت مسجد سلیمان باشه و با صبوری مردم خوب مسجد سلیمان ما اونو به روزای خوبش برسونیم و مطمئنا یه اتفاق خواهد افتاد. ما الان با منطقه خطر 2 امتیاز فاصله داریم، اختلافی نیست و مطمئنا در 15 بازی آینده لیگ امتیازات لازم رو کسب خواهیم کرد و برای تیم خوب ملوان و شما آرزوی موفقیت دارم.